چخالی پلیترا چخالی پلیترا بخدا فکر رو چگی تنم کنو مثلا من ویران کنه حالی من یاد نیستی که خطی کنم یا بمیشنو خواهد ترمه کامرا میکنی الله بیان داره ولا تنهرهما یکی پدر و مادر تا خیال دوگانه و جورت نکنی یکی پدر و مادر تا خیال رفیقت نکنی خیال رئیس و خیال همسایت نکنی و بالای وی سیاست کنی که الله گفت 70 ساله عبادت داشته باشی همگیشو بیکاره میکنه برای یک پدر و مادر ناراحت کردن زیرا اینا از جمله کیا بودن وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سوره حجرات چی زیبا بیان میکنه الله میگوید وقتی که با او سخن میگویی همچنان سخن میگویی گویا که تو یک مرد قرضدار هستی تو یک غلامی زیر دستی وی هستی حتی سر تا بالا نکن وقتی صحبت الله میگوید ببین تعظیم کن در پیش پدر و مادر